دستکاتان شل کند، خداوند پاهاتان فلج کند، خداوند در وقتی به خانه‌تان رفتن ماشین زنتان که دیگر به نیتی بد، خداوند الهی برداشته تان کند. دعا کنه پروردگار کسانی که هر کی که نباشد، خدایا تو خود شنوا هستی، خدایا تو خود بینا و دانا هستی، کدام از این بندگانی تو به قصدی بد به این خانه تو میبیان، رساندنی به اسلام میبیان، پروردگار تو صاحب بطش هستی، صاحب انتقام هستی، صاحب تمام قوت هستی، خدایا وی هلاک کن، خدایا خاندانش خار کن، خدایا در راه ور مبتلای به صدمه اتومبیلی کن که آی سگی لعین هرچی شوخی دارد احکام دین شوخی ندارد، تو خود کافر هستی، ما با تو کار نداریم آی سگی لعین، ما با تو، اما با پیغمبر ما کاردار نشو، به دین ما کاردار نشو، به قرآن ما کاردار نشو، والله ما تحقیر خودمان میبرداریم، ما را کسی حقارت کنه صبر بکنم، ما مکتوب های آمدگی است که حقارتون کردگیند بخواد من صبر دارم، اما در مقابل تحقیر اسلام و قرآن و محمد صبر نمیکنم. خدا از ما طلب کرده است که محمد یاردم کنیم، خدا از ما پیروان قرآن بندگانش طلب کرده است که محمد پشتیبانی کنیم. شما خاموش میستید؟ نویسندگان محترم یگان مقاله ننوشتید، شاعرای محترم یگان مقابله ننوشتید، علماهای محترم یگان موعظه نکردید، فقط خدا چی بگیم ما را؟ تو خانی تا از این تو افلاسا پاک شود. آمین. بایزید یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بستامی، گفت او را یک مسلمانی سعید، یک مسلمانی سعید آمد و یک مسلمانی نیمکاله دیگر آمد گفت ای آتش پرست، گفت آخر از زمین آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی و یک دم کندران افتی بسوزی، اگر زمانی که یکی نافهمیده در داخلش زنی هم زمان تر میسوزاند نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان، دین حق دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگرچه امروز بعضی به انصافا بیچاره‌ها با آرد و با روغن و با پول عوضش دارند، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین دین نجات است و برای این دین کوشش ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چندگو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری بایزید گو من ایمان آوردگی هستم، ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟ گبر ما را میگوید کن، به ما میگوید باز ایمان گر خود ایمانی شماست، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اگر امین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیمکاله، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، گبر گفت همون مسلمانه، آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون تو را بیند آن باطل شود. اگر همین انسان گفت خواهد که اسلام قبول کند، همین مسلمانی تو را ببیند گفت مسلمان نمی شود گفت، همین ایمانی تو را بیند گفت وای ایمان نمی آرد گفت. برای چی؟ زان که نام بیند و معنا نی، زان که نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. میگوید زیرا که آخر در شما فقط همین نامش ماندگی است، عملش نیست دیگر، غیرتش نیست، ناموس اسلامی نیست گفت. زان که نام بیند و معنا نی،
تا بیابان را مفازه گفتنی. بیابان گفته یک چولیستان میگویند، مفازه گفته گلیستان میگویند. آیا میگوید فرقی بین بیابان و گلیستان فرق هست؟ انا گفت از ایمانداری شما هم گفت مثل همین است. شما ایمان دارین لکن از گلیستانش درک ندارین، از عملش بی‌درک هستین. الله به این خاطری که ایمانهای نیمکاله‌ای که ما داریم، این وعیدن در شأن اونها داخل می شود که روز قیامت اینها هم چیان؟ اینها هم نامه اعمالشان به دست راست داده می شود. از این خاطر من جانبدارم به همون انسانی که امروز در بی خدایی دعوت دارد، لیکن در همون بی خداییش چی است؟ اراده مستحکم دارد، به خدا باور ندارد، به قبر باور ندارد، به روز قیامت باور ندارد، با همین اراده مستحکمش میمرد میرود. لیکن امروز مسلمان ما همون اراده مستحکمش نیست. مسلمانی بله مسلمانم، لیکن در پهلوش عمل را میکند که هیچ انسان بیدین و بیدیانت این عمل انجام نمیدهد. برای مسلمان میشوی برادر عزیز. گفتی همون محمد اقبال لاهوری، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخوای حیات مسلمانی بری، میخوای که نام شرف اسلام تو هم در دنیا و هم در آخرت برخوردار شوی، همگی از قرآن بیرون نشو. خیلی تأسف آور است، خیلی جای تعجب هم است. امروز باور کنیم در اسلام ما و شما، در ایمان ما و شما مسلمانی کامل شوین، ایمانتان کامل کنین. در هر چیزی که قرآن و حدیث های پیغمبر خداست، هر چیزی که عزیزان خدا برای فایده ما گفتند، باید ما عمل کننده باشیم تا که از روز قیامت از میبرداشتگی های همون نامه اعمال با دست چپ نباشیم. انشاءالله از این آیت قرآن ما خیلی درکدار شدیم و حتی آیندهش هم که خداوند ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. خوراک همینها در دوزخ چیست؟ وقتی کم مانده سوالها همه باقی. من شاید جمعه آینده در باب خوراک این دوزخی ها برای شما معلومات دهم. خوراکشون چی خوراک است، خدا به اینها چگونه ضیافت میدهد، انشاءالله جمعه آینده میفهمیم. سلام علیکم داملای بسیار محترم حاجی میرزا. من مادری هستم که فرزند جگربند من 3 ماه شد که بیمار است و خیلی هم طبابت ها هم کردیم، هر کی با طور خودش طبابت کرد، لکن من امید جانی صحت او را از درگاه خداوند تعالی طلب دارم. او که بسیار اخلاصمند شما هست، او چی در صحتی و حالا در بیماری فتحه های شما را گوش میکند. ما همه به شما اخلاص داریم. من مادر شما را فرستاده خدا میدانم. خواهش دارم روز جمعه اگر او ذره خود را خوب حس کند، در مسجد شما نمازگزاری میکند. او همه نمازهای جمعه را در همون مسجد شما بود. ببخشید داملای عزیز، مادری که مغز و استخوانش میسوزد، دیگر چی گفتنی هم را نوشته نمیتوانم. روز جمعه روز تولدش هست. او خود روز جمعه به دنیا آمده است. داملای محترم، از شما یک دعای نیک، شفای کامل بهر فرزندم طلبگار هستم. مؤمن خداجوی بسیار است. اهل جماعت دعای نیک کنید. با کمال میل مادری گمراه شده، اگر خطا باشد بسیار عذر. داملای بسیار محترم حاجی میرزا، برادر این مادرم در حق فرزندشان دعا طلب کردن. یک آیت به یاد ما آمد برادرای عزیز. خدا در قرآن قو انفسکم و اهلکم نارا و قودها الناس والحجاره. خداوند میگوید ای مردم، فرزندهاتان از عذاب دوزخ نگه دارید، زیرا که آن چیزی که آتش دوزخ علنگه میدهد این آدم است و سنگ است، سنگ ها است.
چگونه که این مادر غم فرزند میخورد، چگونه که این مادر برای بهبودی او شفا طلب میکند، باید پدرها و برادرای عزیز ما نیز برای شفا یافتن او در قبر روز قیامت باید کوشش کننده باشیم و فرزندها ما بسیار اهمیت میدادگی باشیم. فقط غم دنیاشان نخوریم، فقط برای بهبودی سلامتی و راحتی اونا در دنیا کوشش نکنیم، برای آخرتشان هم مهنت کنیم، بسیار مهنت کنیم. بسیاری پدر و مادرای هست که امروز گویم دلاور نمی شود که بچهش به نماز دعوت کند یا از حرام کرده ها معنوش کند، لیکن فردای قیامت انا همین فرزنده که امروز تو نگفتی و روز قیامت از پیشی بری تو میدارد که همه شرایط همه پول و مال مکو در راه تو صرف کردم، یک بارم نگفتی که خدا را عبادت کن. اون حالت از گویم که یاقه ما و شما میدارد و تمام آن چیزی که میخواهد بالای ما و شما میگوید، زیرا وی را درد میکند و عذاب میدهد. خدای مهربان این فرزند شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزیش بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما یک گروه طلبگان با سوال ما جواب دهید. ما کتاب بیبلیا را میخوانیم برای علم دنیا را فهمیدن و یک گروه آدما پیدا شدن که میگویند که کسی این کتاب را میخواند کافر است. از نگاه اسلام ما حق هستیم یا آنها؟ برادر عزیز، امروز بیبلیا نیست. این بیبلیایی که در دست این نصرانی ها و دیگر کتاب هایی که امروز مشهورن، همه اینا تحریف کردن، دیگرگون کردن. آن کتاب اصلی که از جانب پروردگار و اینها نازل شده بود، همه اونا نابود کردن. اینا امروز بیبلیاها تحریف شدن، اینا را خواندگی آدم گمراه میکند. اگر بیبلیا حقیقت می داشت، اگر بیبلیا را تحریف نمی کردن، دیگرگون نمی کردن، الله در سوره صف چی می گوید؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. الله از زبان حضرت عیسی بیان دارد که در بنی اسرائیل چی گفت؟ مردم گفت آگاه باشید که پس از من پیغمبر می آید که نام او محمد است و او پیرو شوید. چرا این در بیبلیا نیست؟ و یا خط زدن و یا از بین گرفتن، تحریفش کردن، دیگرگون کردن. امروز مسلمان احتیاج به بیبلیا نداریم دیگر. امروز ما بهترین کتاب راهنمای عالمیان این قرآن است. قرآن بخوان. وقتی حضرت عمر میگوید بیبلیا میخوان، بیبلیا را خواندن گرفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد نگاه کرد، گفت ای عمر چی میخوانی؟ گفت بیبلیا میخوانم. بیبلیایی که اون زمان تحریف نشده بود، بیبلیا میخوانم. گفت اگر تورات میخوان، تورات. گفت اگر همون برادر موسی زنده میشد، امروز این تورات جمع میکرد و رجوع به قرآن میکرد. قرآن میخوان. برای همین برادرای عزیز امروز ما باید قرآن خوانیم. اون قدر صرف، اون وقتی که در بیبلیا صرف میکنیم، قرآن ما نخوانیم، قرآن خوان شویم. انشاءالله این دم همون علم دنیایی که تو میگوی، همه علم دنیا در داخل قرآن ما وجود دارد. امروز این قدر مردم با مردم کم بضاعت و مردم بیچاره فقیر و بعضیش ضعیف ایمان و با همین گوییم که پول و مال امروز نصرانیشان کرده ایستادن، باز ما کتابخوانی و دیگر لازم نیست، حاجت نیست به این. بعضی آدم ها پیدا شدن که میگویند آفتاب 4000 سال عمر دارد. آیا این درست است؟ التماس جواب. دروغ هستین. شما چگل طالب علم هستین آخه؟ دروغ هستین. 4000 سال عمر آفتاب کی میداند؟ آفتاب خودش از اول دنیا تا از قریب 9000 سال گذشت. 9000 سال از دوره حضرت آدم تا این زمان ما و شما سپری شده است.
4000 که می داشت حالی دیگر این حالت در وجود نداشت. اینا دروغند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گید. برادر من عرق می نوشید، نماز نمی خواند. شب کسیته های شما را گوش کرد و در خوابش قیامت را خواب دید که آفتاب از طرف قبله برآمده است و مردم بسیار در عذابند. میخواستم بگوید که معناش چیست؟ بعد این توبه کردن نماز را سر کرد. معناش همین است که الحمدلله توبه کردن، نماز خواندن، انشاءالله از همون عذاب و رنجی که در قیامت است انشاءالله نجات یافتن، رستگار شدن. خوش به حالشان که خیلی بر وقت آمدن، خوش به حالشان که بر وقت همون استکان‌هایی که عرق می نوشن در زمین گذاشتن و با او اشاره کردن که لعنت بر تو که مرا تو بی‌شرف کردی. خوش به حالشان. اشاره بر او کردن که تو دشمن نسل انسان هستی. از پشت تو نه در پیش زن قدر دارم، نه در پیش فرزندم قدر دارم. از پشت تو شدن نه همین کیسه های من نه پولم میبیند نه مالم میبیند. از پشت تو شدن نه دسترخوانم بهترین نعمت ها را میبیند. لعنت بر تو. خدا را شکر که امروز من تو را ترک کردم و رجوع به سوی خدا کردم. خوش به حال.